وقتی دوربین گوشیتون خراب میشه از چه راههایی میشه خیلی سریع اون رو تعمیر کرد یا ببینید که مشکلش چیه؟ سلام و عرض احترام، خیلی خوش آمدید. اینجا ایران رهجوه. این ویدیو برای کسایی که گوشیشون یا همون دوربین گوشیشون بهتره بگیم خراب میشه و خیلی سریع میخوان بررسی کنن و مشکلش رو حل کنن. خیلی سریع بپردازیم به راههای حل تعمیر یا حل شدن مورد دوربین گوشیتون. در محیط اندروید شما امکان داره که یه موقع گوشی رو باز کنید ببینید دوربینش کار نمیکنه یا مثلا به مشکل خورده یا باگ داره یا هر چیزی. سریع ترین راهش اینه که یک بار برنامه اون نرم افزاری که دارین باهاش عکاسی میکنن، حالا اسنپ چت یا نرم افزار دوربین خود گوشی، یه بار ببندین بازش کنین، یا اینکه از نوار ابزار بالا گزینه عکس کامرا رو چک کنید ببینید که این دو گزینه حالا فعال هست یا خیر. از رایج ترین مشکلاتی که شما باهاش مواجه خواهید شد اینه که این نرم افزارهایی که دارین باهاش عکاسی میکنید آپدیت نیستن و شما خب باید چک کنید که حالا هر نرم افزاری که دارین استفاده میکنید مثل اسنپ چت و هر نرم افزار دیگه‌ای باید چک کنید که ببینید از پلی استور، بازار یا استورهای مختلف آپدیت این نرم افزارا رو چک کنید که حتما آپدیت باشن و شما بتونید استفاده کنید. و یه بحث خیلی مهمی که هستش به اسم پرمیشن که شما باید به اون نرم افزار اجازه دسترسی به دوربین گوشیتون رو بدید. مثلا شما هر نرم افزاری که می‌خواید نصب کنید، بر فرض مثال نرم افزارهای مکانیاب یا نویگیتور یا هر چیزی، به قسمت لوکیشن شما دسترسی پیدا میکنه و ازتون میپرسه که شما این اجازه رو بهش میدین یا خیر. اگر بر فرض به نرم افزارهای عکاسی اجازه دسترسی به دوربین گوشیتون رو نداده باشین، موقع فیلم برداری و عکس برداری به شما اجازه نمیده و به مشکل میخوره. یه مسئله دیگه ای که هستش اینه که شما باید حواستون باشه، حالا چون این نرم افزارها باز میمونن رو گوشیتون و امکان داره حالا طی اتفاقاتی که با گوشی میفته و کارهایی که انجام میدین یه مقدار به سی پی یو گوشی فشار بیاره، باید کش اون نرم افزار رو به نوعی حالا به قولی میشه گفت پاک کنید یا کلیر کش کنید یا فورس استاپ. شما رو برنامه که تشریف میبرید مثلا تو قسمت منو و اون قسمت اپ یه قسمتی داره که میتونید کش اون نرم افزار رو پاک کنید و خیلی میشه گفت نرم افزار ریست میشه و دوباره باز میشه. اگر این کار جواب نداد شما مجبورین که نرم افزار رو کلا پاک کنید و از نو دوباره نصب کنید که به نوعی فایلاش و کاتگوری‌ها و تمام برنامه‌نویسی اون از اول انجام بشه و بتونید استفاده کنید. هر گوشی یا هر لوازم الکترونیکی که شما استفاده میکنید ایجاد گرما میکنه یا اونقدر شما مثلا میبینید که تمام حالا کارهایی که داشتین انجام میدادین خیلی طولانی شده و به گوشی فشار آورده و گرمای گوشی یا به قولی حرارت برد رفته بالا و همین امر باعث میشه که یه سری از قابلیت‌های گوشی دیاکتیو بشه یا نتونید استفاده کنید. بعضی موقع میکروفونش از کار میفته، بعضی موقع دوربینش. پیشنهاد میکنید که یه مقدار گوشی رو ازش کمتر کار بکشید یا یه خاموش روشن انجام بدید که حرارت گوشی بیاد پایین، شاید به درد این مسئله بخوره که مثلا بتونید از دوربینتون استفاده کنید. اگر هیچ کدوم اینا جواب نداد، یعنی ما حس کردیم که ایراد نرم افزاری داره اون گوشی که دوربینش کار نمیکنه، شما میتونید یه ریست فکتوری انجام بدید. کل تمام یعنی هر چیزی که رو گوشی هست به حالت اولیه برمیگرده و از ابتدا نصب میشه و یه ریست کامله که اگر احیانا 1% ایراد نرم افزاری باشه با ریست فکتوری مشکلش برطرف میشه. یه راه غیر استاندارد هم وجود داره که مثلا شما چک میکنید میبینید که ایراد نرم افزاری دیگه نداره و هنوز دوربین گوشیتون کار نمیکنه. میتونید اطراف لنز دوربینتون رو کوچولو ضربه‌های خیلی ریز بزنید یا یه مقدار فشار بدید که اگر حالا فلتی سنسوری چیزی از بین رفته یا مشکل داره با این فشارها و این ضربه‌ها برمیگرده به حالت اولش و کار میکنه. ولی این راه خیلی استاندارد نیست، حتما باید یک کارشناس گوشیتون رو چک کنه و ببینه که اگر ایرادی مشکلی چیزی هست به لحاظ سخت افزاری این قضیه و باید برطرف بشه. البته ما امیدواریم که هیچ کدوم از این مشکلات برای شما پیش نیاد، ولی اگر نتونستید با استفاده از این راه از دوربین گوشیتون استفاده کنید میتونید به مراکز تعمیرات ایران رهجو مراجعه کنید و کارشناسا به مشکل شما رسیدگی میکنن. مرسی که با ما همراه بودین. اگر این ویدیو به دردتون خورد و مورد استفاده قرار گرفت با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. خدا نگهدار. ایران رهجو، گارانتی پاسخگو.